الله الذي بعث فينا رحمة للعالمين، ونصلي ونسلم على من هو رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل امام الانبیا را برای جهانیان الگو و اسوه معرفی نموده اند. هر پیامبری زمان نبوتش مشخصه و دایره نبوتش هم، اما امام الانبیا زمان نبوتش تا قیامته و دایره نبوتش کل کره خاکیه، بلکه دایره رحمتش از این وسیع‌تره. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسالتش قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. زندگی ایشون برای همه‌مون در هر حال بهترین کارساز و راهگشای. هجرت تا اینجا از سیرت امام الانبیا مذاکره داشتیم و هجرت پیام داره که پیامبر ما رو دوست داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاته. همسران پیامبر رو به عنوان مادر معرفی میکنه، اما خود پیامبر رو به عنوان پدر نه، بلکه از پدر هم بالاتر و برتره. با جرأت میتونیم بگیم هیچ پدری در تاریخ برای خوشبختی فرزندانش اینقدر سعی و تلاش نکرده که امام الانبیا برای خوشبختی من و شما پیامبرمون سعی و تلاش کرد. هیچ مادری برای فرزندانش اینقدر اشک نریخته که خوشبخت بشن که پیامبر من و شما برای خوشبختی من و شما اشک ریخته. چه زیباست اون منظر که هنگام ودا هست، نزدیک دنیا رو ودا بگه، چشمان مبارک پر از اشکن، از منبر پایین اومدن، چشمه های آخرین منبر زندگی بود، چشمه های پر از اشک رو زبان خبر میده این اشک چیست. وددت لو رأیت اخوانی. من شما رو برادر معرفی کرد و گفت که آرزوامه که اونها رو ببینم. هجرت پیام میده که از دیار و وطن، هر انسان با وطنش محبت داره، فطریه، اما وطن هم مکه، وطن در اون کعبه، وطن زمزم، وطن صفا و مروه، وطن عرفات، مزدلفه، منا، وطن. چه قشنگ مکه. چرا رها کرد؟ من و شما و انسانیت خوشبخت بشیم. سفر هجرت چه میشه خبر ندارم، اما این فضل الهی بود که قبلا عرض کردم در مدینه منوره اون فضا بود که منتظر بودن. هر قلب بیقرار بود که کی پیامبر تشریف میارن. هر چشم روزانه اهل مدینه به ثنیات می اومدن، جاهای بلند، حتی بعضی بر روی درختها بالا می رفتن تا نگاه کنن که نبی جان دارن میان. خبر رسیده که امام الانبیا حرکت کردن به سوی مدینه، همه منتظرن. با این که امام الانبیا به شهر مدینه قدم میذاره، تعبیر سیدنا انس رضی الله عنه و سیدنا عبدالله رضی الله عنه، اون روز مدینه نور باران میکرد، اون روز مدینه نور افشانی میکرد، اون روز از زمین مدینه انگار که نور میدرخشه، از آسمان داره نور میباره، از مشرق نور میاد،
از مغرب نور میاد، از شمال جنوب نور میوزه، نور همه، حتی تنه درختها هم نور میدن، برگ درختان نور میدن، در و دیوار مدینه نور پخش میکنه. خیلی قشنگ و زیبا بود اون روز مدینه. و در مقابلش آن روزی که امام الانبیا از دنیا رخت سفر بستند، همه جهان تاریک دیده میشد. با دیدن امام الانبیا تعبیر قلب اهل مدینه را طفلهای معصوم، دختران معصوم کردند، طلع البدر علینا، که تا امروز هم روزانه در کل جهان الله میدونه این نغمه زیبا چقدر به زبانها تکرار میشه، طلع البدر علینا. این تعبیری که اون طفلها از ماه 14 زیباتر ندیده بودند، به این خاطر تعبیر کردن اون چهره زیبا را که طلع البدر علینا، ماه 14 طلوع کرده. چه قشنگ و زیباست. وجب الشکر علینا، شکر واجبه برای ما. این منظر زیبا در مدینه منوره و با تشریف آوری امام الانبیا اولین و از مهمترین اقدامات این بود که مواخات، مهاجرین اومده اند، دست خالی اومده اند، شهر و دیار رو ترک کرده اند، بین انصار و اهل مدینه پیامبر 2 نفر و یک انصاری و یک مهاجر، شما با همدیگر رو خیالداری کنید، همدیگر همکاری کنید. چه منصار مدینه را چه زیبا رب العالمین توصیف میکنه. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، یحبون من هاجر. در جهان تاریخ همین رو گفته و امروزی هم همین دیده میشه که کسی هجرت کنه بیاد تو شهرش زیاد باش محبت نمیشه، اما قرآن میگه یحبون من هاجر الیهم، نه تنها محبت، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، آماده اند که این مهاجرین سیر بخورن من گرسنه بمانم. و این مناظر رو تاریخ ثبت کرده که من 2 تا همسر دارم، یکی رو میذارم برای تو، 2 تا باغ دارم، نصف باغم مال تو. حتی اومدن از پیامبر، ما اصلا می‌نویسیم به تعبیر امروزه سند میکنیم به اسم مهاجرین. پیامبر فرمودن نیازی به این نیست، همین که با شما همکاری میکنن در کار مزرعه و شما همکاری میکنید برای رفع نیازهای مهاجرین، همین کافیه. دیری نگذشت پروردگار مهاجرین رو هم غنی کرد برای اینکه سنت الهی بر همینه و در مدینه منوره آغاز کار دعوت آشکار مسجد، اولین کار بنای مسجد، اساس مسجد، خوشبختی در مسجد، سعادت در مسجد. بعد از اینکه از شر کفار نفس راحتی کشیدن، اولین کار مسجد، تربیتگاه مسجد، تزکیه در مسجد، صلاح در مسجد، محبتها در مسجد، تقوا از مسجد، امنیت از مسجد. مسجد فقط برای 5 وقت نماز نبود و نیست. الله کنه این حقیقت رو امت دریابه. من یکی از مساجدی که در این زمان دیدم که یک کمی شبیه هست با اون مسجد، بعضی از اینو کامل نیست. در بمبئی با گفتن نشون بدیم به ما مسجده. این مسجد نه تنها همون گونه که مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم مرکز عبادت هم بود، مرکز علم هم بود، کتاب‌ها رو تحقیق میکردن. مرکز علم برای مسلمان ها مسجده و هر مسلمان مرتبط به مسجده و اگر خدای نکرده با مسلمانی با مسجد مرتبط نباشه، مانند اینه که با قلب عضوی از اعضای بدن مرتبط نباشه، نه تنها این عضو بیکار میمونه بلکه این تمام اعضای بدن رو پریشان میکنه. رابطه با مسجد چنان اهمیت دادن امام الانبیا، فرمودن نماز میخونه تو خونه اما مسجد نمیاد، فقط به جرم این که مسجد نمیاد رحمت للعالمین میدونه این چقدر داره ضرر میکنه و به جامعه در آینده ضرر میرسونه،
فرمودن دلم میخواد که هیزم جمع کنم و خونه هاشون رو بسوزم. این فقط به نماز نخوندن نیست و در اون روایت به صراحت هست در خونه نماز میخونه. مسجد، رابطه با مسجد. عرض کردم مسجدی که دیدم اونجا یک شعبه کاریابی بود. این وسعت مسجد اینقدر هست که تمام امور انسانیت رو، نه تنها مسلمان ها رو، مشکلاتشون رو حل میکنه. صحابی اومده بیکاره، پیامبر از اونجا زمینه کار رو برای فراهم میکنن. این مسجد اتاق مخصوصی داشتن که حتی برای مسلمان و غیر مسلمان کاریابی بود و حالا توضیحش نیست. و اونجا مطبی داشتن. مسجد بله حل مشکلات بیمارها، مسجد جاش. امام الانبیا خیمه معالجه سیدنا سعد بن معاذ رو در مسجد گذاشتن تا اهل مسجد بدونن مریض نباید تنها تو خونه بناله، شما فکر کنی براش. مسجد تمام شعبه ها رو غذا در اون مسجدی که من دیدم، اون مسجد روزانه 300 نفر رو غذا میداد. یعنی مسجد محلی است که تمام مشکلات برطرف بشن و از مسجد رسیدگی بشه به تمام احوال اون جامعه و اون ملت. الله کنه مسجد آباد بشن و همه رو با مسجد مرتبط کنیم، به مساجدمون وقت بدیم. و اساسی ترین اعمال مسجد تقویت ایمان و حلقه های ایمانی، حلقه های فضائل، حلقه های مسائل. همین گونه که الحمدلله اهل دعوت تلاش میکنن در هر مسجد حلقه تعلیم بشه، این هم جزء اعمال مسجد. علما رو وقتشون رو از اونها التماس بگیریم، وقتشون رو بگیریم و نیازهاشون رو برآورده کنیم مادی رو، و بگیم در مسجد بشینه و به مسائل رو به عوام الناس تعلیم بده و مسائل رو بهشون جواب بده. الله تعالی به همه‌مون توفیق عمل عنایت بفرمایند. رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انك انت الاعز والاكرم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ونسألك اللهم من خير ما سألك منه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله برحمتك يا أرحم الراحمين.